تو اعترافاتت بنویس که این چندمین باره که همچین غلطی میکنی. نمیدونم. دقیقاً چه ساعتی این اتفاق افتاد؟ آخرای زنگ اول. چرا اصلا دنبالش نگشتی؟ وقتی افتاد رفتم زیر میز دنبالش ولی پیداش نکردم ماما. یامان، غلط کردم. به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی در استفاده از پاک کن حکمی برات صادر میشه که تا پایان سال تحصیلی این پاک کن رو اینطوری در گردنت نگهداری کنی.